افلاطون در جمهوریتش به شکلی بی اخلاقانه جایگاهی برای ناقص الخلقه ها قائل نبود و میگفت اونا رو به دامن طبیعت بسپارید، طبیعت خودش میدونه چجوری حذفشو کنه. خانه عنکبوت اپوزیسیون زن زندگی آزادی هم مؤید همین بی خانمانی فکریه که سال گذشته و در اوج هیجان زدگی در رویایشون خواب براندازی رو میدیدند و طبیعت به تدریج درستشون کرد. حالا از اون در و دشت چیزی نمونده باقی، انگار از این میخونه 100 سال رفت به ساقی. حالا غم ما قده دریاست، جایی که باید دل به دریا زد همینجاست. نه کار ایناست نه کار اوناست، از این و اون نیست، از ماست که بر ما